خب امروز در خدمت استاد حبیب داستان هستیم، از تهران تشریف آوردن. یه مشکلی داشتن، گفتیم که با شما به اشتراک بذاریم. استاد بفرمایید. این اویل پمپ رو دیروز ما خریدیم. بله. یه اویل پمپ شرکتی و موتور رو مونتاژ کردیم، بستیم، تمام شد رفت. استارت زدیم روغن نیومد. بله. یعنی هرچی ما ماشین روشن شد، این چراغ روغن روشن میشه. ماشین خاموش کردیم، فشنگی رو عوض کردیم، دوباره استارت زدیم، دوباره خاموش نشد. درسته. بعد فشنگی رو باز کردیم، گفتیم ببینیم اون روغن میاد یا نه. استارت زدیم دیدیم نه روغن نمیاد. فیلتر روغن رو باز کردیم، بعد داخل فیلتر پر روغن کردیم، یعنی از قسمت روغن که جای فیلتر که مستقیم میره تو کانال چیز اویل پمپ، اون قسمت پر روغن کردیم. گفتیم شاید یه هوای چیزی داشته باشه به خارج کنه. بستیم، دوباره اصلا به هیچ عنوان روغن نکشید. دوباره هی فیلتر رو شل کردم، گفتم شاید هوای چیزی داشته باشه بذار خارج بشه. هرچی استارت زدیم دیدیم نه روغن نمیکشه. مجبور شدیم اویل پمپ رو باز کنیم. بله. یعنی اول کارتل رو باز کردیم، گفتیم شاید توری مشکل داره، شاید پیچ شل، دیدیم نه اوکیه. با اینکه نو هم هستش نکشیده. آره دیگه نوعه، یه چیز شرکتی توی کارتون، روی کارتون زده بود، یعنی اون فروشنده زده این شرکتی به هیچ عنوان ضمانت نداره. در حالی که من قطعه رو هنوز روشنش نکردم، من باید باز ببندم که تستش کنم. بله. ببینم این میکشه یا نمیکشه. درسته، قطعا همینطور. و اینو ما بستیم، به هیچ عنوان نکشید، مجبور شدیم اویل پمپ رو باز کنیم که با شما هماهنگ کردیم. سلام. و الان آوردم خدمت شما که ببینیم مشکل از چیه. حالا آقای داستان اینو آوردن، ماشین کاری این قطعه اشتباه بوده. پیستونش بیش از اندازه جلو بود و هوا میکشید. این پمپ اصلا انجام نمیداد. حالا فرقشون چیه؟ یه فرق جزئی داخل این پیستونا داره. ما پیستون رو براشون تعویض کردیم، قطعه هم تقویت شد. تحویل این بنده خدا میدیم، یکی از مشتریای قدیمی ما هستن. حالا ان شاءالله که از کار راضی باشید. ما که واقعا تو این چند ساله واقعا خیلی راضی هستیم. نه از شما، من از سال 80 با پدر شما کار کردم و عموی شما. سلامت باشین. سال 80 شماره یادم باشه 317 بود. شماره الان به پدر بگم درجا میشه. آره شماره 317 بود. هنوزم که هنوزه، چون توی قم واقعا کار پدرتون و عموتون خیلی خوب بود. واقعا من راضی هستم. خدا رو شکر، نظر لطفتونه. و اینکه با شما کار میکنیم، انشالله که در آینده به هیچ مشکلی بر نخوریم. خدا رو شکر. سلامت باشید.